با فراخبر با من یماس سیاوش خوش آمدید. در این برنامه گزارشخوانی حکومت وحدت ملی برای جلب کمک‌های جهانی. آیا نتیجه نشست‌های ریکا و سام متفاوت خواهد بود؟ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان آمریکا حتی نام نخست وزیر بریتانیا را ندارد. به نام خدا وقت شما بخیر. افغانستان در 3 روز گذشته میزبان 2 نشست با حضور نمایندگان کشورهای کمک کننده و سازمانهای جهانی بود. در نشست سام حکومت وحدت ملی از کارکردهایش در بخش‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، تامین حقوق بشر و توسعه اقتصادی گزارش داد و خواستار ادامه کمک‌های جامعه جهانی شد. رئیس جمهور غنی در نشست مقامات عالی رتبه گفت که حکومتش در تلاش اصلاحات و مبارزه با فساد است. این نشست‌ها در شرایطی برگزار می شود که وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده و فاصله شعار تا عمل سران حکومت نیز زیاد است. اما برآیند نشست‌های ریکا و سام چه خواهد بود؟ آیا این بار وعده‌های دو طرف به کرسی خواهد نشست؟ عمر صمد مشاور ارشد رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و سید مسعود استاد دانشگاه برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای صمد با شما آغاز بکنیم. چه حرف‌های تازه مطرح شد در این 2 نشست و حکومت واقعا چه حرف‌هایی داشت؟ ببینین این 2 نشستی است که در یکی کشورهای منطقه ما، نه تنها همسایه‌ها بلکه کشورهایی که در منطقه بزرگتر ما هستند سهم گرفتن و در دومی کشورهایی که در سال 2012 در کنفرانس مهم توکیو حضور به هم رسانیده بودند، اینا نمایندگانشان امروز در کابل تحت یعنی چوکات سام که یعنی مجلس نمایندگان ارشد سهم گرفتن تا درباره کمک‌هایی را که از 2012 تا به حال تعهد سپرده شده بود که مبلغش تقریبا 16 میلیارد دلار بالغ میشه که قرار است تا ختم سال جاری کشورهای کمک دهنده به افغانستان داده باشند و بدهند. سر از این صحبت شود و افغانستان حسابدهی خوده و گزارش خوده در ارتباط با مصارفی که صورت گرفته به کمک دهنده تحویل بده. در کنفرانس اول البته در مورد کمک‌های منطقوی و همکاری‌های آینده، موضوعات مواصلاتی، موضوعات ترانزیتی، موضوعات ترانسپورتی، موضوعات معادن و انتقال انرژی و این و آن صحبت شد. در مجموع گفته میتونیم که هر دوی از این کنفرانس ها برای افغانستان حیاتی است. از نقطه نظر آینده افغانستان، برنامه‌ریزی که حکومت فعلی وحدت ملی باید انجام بده و حسابدهی که نه تنها به جامعه بین‌المللی باید داده شود بلکه به مردم افغانستان هم باید داده شود. فکر میکنین که واقعا چیزی حکومت وحدت ملی برای حساب دادن به جهان داشت در این 2 جلسه؟ بله البته که داشت. ببینین در چه مواردی؟ ببینین از سال 2012 تا به حال این دومین نشست سام است و در سال گذشته در ماه دسامبر در لندن نشستی صورت گرفت که همه هموطنان از او با خبر هستند. در اونجا تعهد به افغانستان سپرده شد. ببینید افغانستان کشور است که هنوز هم شدیداً به کمک خارجی نیاز داره. ما در خلال تقریباً بیشتر از 1 دهه پول بسیار انگفته از جهان به دست آوردیم. حتی آنقدر انگفت است که امو رقم دقیقش معلوم نیست. صرفاً از امریکا ما در حدود 105 یا 106 میلیارد دلار، قسمی که خود امریکایی‌ها میگن، به نام افغانستان داده شده. این که چقدرش باز در اینجا به مصرف رسیده، چقدرش برای مقاصد دیگه به خرج رسیده، او یک موضوع بسیار بغرنج دیگه است. ولی به این نتیجه بالاخره همه رسیدن که افغانستان در دهه تحولی که داخل شده که این ما سال اول دهه تحول است، این دهه تحول هم نیازمند از این است که کشورهای جهان باید به افغانستان کمک کنند، چون افغانستان هنوز به اون مرحله نرسیده متاسفانه که خودش بتونه سر پای خود بیسته. هدف می است که تا ختم دهه تحول که 2024 می باشه افغانستان به مو اندازه درآمد داخلی خود افزایش ببخشه و در سکتورهای مختلف از به طور مثال معدن و زراعت و انرژی و این آن خودکفا شود که نیاز زیادی به کمک خارجی نباشه. آقای مسعود شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا حکومت وحدت ملی چیزی برای حساب دادن برای جهان داشت در نشست امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل من. سلام بر شما، سلام بر دوست عزیز من و سلام بر بیننده.
خدمت شما عرض شود که در دو کنفرانس تحلیل دوگانه صورت میگیره. نمیتونیم که کنفرانس ریکا را با کنفرانس سام یک جا بحث بکنیم، برای اینکه در حقیقت اوضاع و احوال شرایط هر دو کاملا متفاوت است. در ریکا عمدتاً ما خلاف 2005 اولین جلسه ریکا که به منظور رفتن به رونق اقتصادی تلاش کردیم و ما در بیبود رسیده بودیم، یعنی معنا داره که 2005 یک نقطه طلایی اقتصادی افغانستان در سال 2001 تا حال است. از این خاطر 2005 موقعی که ریکا ایجاد میشه با تشویق صندوق وجیه بین‌المللی و عضلای متحده آمریکا و غیره، نوع همسویی و همگرایی منطقوی را به حد میرسانند که سرمایه‌گذاری منطقه‌ای باید به حد برسه که افغانستان بتونه با نمو هورمونایی که در سال 2013 باید تمامی منابع بودجه عادی خود از درون باید به دست بیاره باید برسه. این در یک سطح آید نمو 2005 21.5% رشد اقتصادی را رقم زد. ولی حال وقتی که ما میایم ریکا را مورد مطالعه قرار میدیم، حرکات ما به منظور جلوگیری از یک بحران در حقیقت صورت میگیره. معنا داره که حوزه اقتصادی وخیم است، ولی واقعا این باید قبول بکنیم که حوزه اقتصادی وخیم است و به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر باید کار را انجام داد. فضای سرد که در ریکا موجود بود و در حقیقت حرکات را که پاکستانی‌ها به خصوص آقای مشاور خارجی سرتاج عزیز او را انجام میده، حرکات است که در حقیقت نشان میده که هنوز هم در حقیقت نوع رقابت‌های خونین در درون افغانستان به منظور رسیدن به اهداف ملی از اینا مطابق به استراتژیشون جریان داره. ولی در سام چیز دیگه است. در سام در حقیقت نوع دیدن پارچه امتحان افغانستان است. به این معنا که عمدتاً در کنفرانس سام دو رقم تحلیل صورت میگیره. تحلیل اولی یک تحلیل اثباتی است که پوزیتیو است. معنا داره که دولت افغانستان باید ثبوت بکنه که وظایف خانگی خود که در لندن برش داده شده واقعا انجام داده و این پیشکش کنه بر دنیا. و در پالوش هم او تحلیل دستوری است که باید خواست که جانب غربی ها صورت میگیره. معنا داره که در صورتی که ما کار خانگی درست انجام داده باشیم باید ثابت شود. خب حالا که امروز گزارش دادن سران حکومت به جهان، چه بود نتیجه یک چیز بسیار وجود داره که نباید فراموش بکنیم که خارجی ها از ما که بیشترتر وضع اقتصادی ما را میفهمن، وضع اجتماعی ما را میفهمن، وضع سیاسی را میفهمن. حکومت و دولت را که خارجی ها خودشان در حقیقت با کوشش خودشان بیرون آوردن اینا مشکلات فوق العاده زیاد را میفهمن که دلیل ای که در حقیقت آقای کیری و یا مثلا آمریکا مداخله میکنه ما را بیرون کرد از یک بحران سیاسی، از یک پروبلم کلان سیاسی که میشد که ایجاد شود و در این بحران ما هزارها گپای کاستی های خود داریم. من فکر میکنم که من باور دارم که هیچگاه با شرایطی که فعلا در دنیا به وجود آمده و با شرایطی که در منطقه سمت سو میگیره، غربی ها افغانستان را فراموش نمیکنن، ایران نمیکنن. حالا امروز نتیجه گیری شما از کار حکومت وحدت ملی این گزارش دی چی بود؟ کامیاب یا ناکام؟ اول دو تا نتیجه بود. اولی که افغانستان منیس یک محور دید جهان تا هنوز جایگاه از دست نداده و آرام آرام در جایگاه قرار گرفته و جهان تلاش میکنه. این در حقیقت مثبت است. منفیشی بود که ما تا اندازه در گزارشات خود اضافه روی میکردیم. معنا داره که چیزایی که ما میدانیم که نتونستیم امور میخواستیم وانمود بکنیم که ما تونستیم. مثلا وضع اقتصادی خوب، درست از وضع اقتصادی خوب تعداد آدم‌ها قبول میکنن که وضع اقتصادی خوب شون، ما هم قبول دارم. ولی 85% فقر درون شده. ما عمدتاً سه تا به خاطر فقر سه تا دایره را نشانی میکنم. دایره اول غربت که در حقیقت او کسایی که هیچگاه نمیتونه که انرژی از رفته خود دوباره باز به دست بیاره. در درون از این باز دایره کنان میشه، او کسایی که بیکار میشن داخل دایره غربت میشن، برای اینکه در افغانستان فرق بین غریب و بین فقیر یک بیکار یک رقم است. حال در دو ماه که به این طرف سومین گروپ داخل شده و حلقه یا دایره فقر کلانتر شده و این عبارت از این است که کسایی که دارای کار هستن و عاید هستن اونا هم داخل فقر شدن. معنا داره که اینا هم نمیتونن که دقت تامین کنه انرژی اسراف تره. از این لحاظ 85% مردم افغانستان در ظرف یک سال داخل یعنی گزارش دی حکومت دقیق نبوده در بعد اقتصادی. نه تنها من میگم بلکه تمام دنیا رو میگن که در حقیقت چنین چیزی نبوده، ولی در پالوشی معنی نداره که حکومت کار انجام داده نتونسته. حکومت مثلا در شفافیت و در مسئله فساد اداری و غیره کارایی را نکرده. یا حکومت بعدم صحبت خواهیم کرد. آقای صمد، واقعا اضافه روی صورت گرفته در این گزارش دی حکومت با اینکه وضعیت را خوب جلوه بده؟ من فکر نکنم که بسیار اضافه گویی و یا مبالغه صورت گرفته باشه. ببینید افغانستان در خلال
بازم یک دهه کم و بیش میلیاردها دلار دریافت کرد و یک نوع اقتصاد مصنوعی ایجاد شد. با بیرون رفتن اساکر خارجی، با کم شدن قراردادها، با کم شدن امتیازاتی که داده میشد، ما به یک سطح پایین‌تر قرار گرفتیم امروز، هم از لحاظ چیزی که از خارج دریافت میکنیم، هم از لحاظ رشد داخلی و رشد اقتصادی. چیزی که قبلا 10% و 11% قلمداد میشد در سالهای اخیر که بازم یک نتیجه یک اقتصاد مصنوعی بود، این امروز به 2% رسیده. لحاظا ما هنوزم تحت صفر نرفتیم، هنوزم مثبت 2% است کم و بیش. لحاظا در این جای شک نیست که همه میدانیم که ما 3 انتقال بسیار مشکل در خلال 2-3 سال گذشته تیر کردیم، سپری کردیم. انتقال سیاسی ما نتایج بسیار مشکل را بار آورد. بالاخره منجر قسمی که استاد گفتن به این شد که خارجی ها هم کمک کنن و افغان ها هم بالاخره به این نتیجه برسن که حکومت وحدت ملی روی کار بیاید که از بحران جلوگیری شود. در پالوش از لحاظ امنیتی خود ما تا اندازه زیاد سر پای خود استادیم. امروز دفاع خود ما تا اندازه زیاد میکنیم، نمیگم 100%، میگم 90% ولی تمامش بسته به این است که کمک خارجی، ولی کلش بسته به پول خارجی است، به کمک خارجی است، به سلاح خارجی است، به مشاور خارجی است. در پالوش ما یک بحران بزرگ و یک مشکل بزرگ اقتصادی داریم. این را هیچ کس انکار نمیکنه، نه این حکومت نه جهان. و امروز و دیروز درباره از این موضوعات صحبت شد و تمام تمرکز افکار امی بود که چطور ما از این حالت خود بکشیم. من فکر میکنم که قسمی که در گذشته ها ما گفتیم، ما نباید که قضاوت بسیار آنن بالای 10-11 ماه بیندازیم. یک گپ دیگر هم فراموش نکنین که این حکومت یک میراث نه چندان خوبی را از گذشته به دوش داره، بالخصوص در ارتباط با حسابدهی، بالخصوص در ارتباط با فساد اداری و رشوه‌ستانی و این آن. کوشش از این حکومت می است و اراده سیاسی که در این حکومت فعلا وجود داره برای است که همین مشکلات قدم به قدم حل شود. این مشکلات شب در میان حل نمیشه. این مشکلات امکان داره که چندین سال در بر بگیره. برای آقای مسعود، حالا همه چیز چرا باید بسته و کمک‌های خارجی تا حالا باشه پس از بیش از 14 سال و افغانستان هنوز در یک بحران اقتصادی؟ خب گپایی که در 14 سال گذشت و با دیدیم و در این میزا بحث کردیم و فهمیدیم که چی عوامل باعث شد که ما 14 سال 3 تریلیون دلار مصرف کنیم، نه 1 تریلیون دلار به گفته اوباما. از این لحاظ موقعی که یک کشوری که 3 تریلیون دلار مصرف میکنه و به چنین حالت میرسه، معنا داره که کمگپی وجود داره. نتیجه این کاسی ها و کمکارگی ها باعث میشه که ما 3 تا انرژی را فعلا ببینیم. متاسفانه شاید هم بخت بد حکومت وحدت ملی است که ما در انرژیسم اقتصادی، انرژیسم سیاسی و انرژیسم اجتماعی داخل شدیم و ما بسیار نگران از این هستم که اگر انرژیسم امنیتی به وجود بیاید ما نخواهیم این کار انجام بدیم. از این لحاظ ما اولین کاری که ما برای 2-3 تا از اینا گپ زدم، امریکا کسایی که در کنفرانس آمده بودن، اینا 2 چیز بسیار میدیدن. اول حلقه فقر که افغانستان دوباره از 3 کشور فقیر و آخرین فقیر تبدیل شده و چرا با وجود که تمام دنیا کمکش میکنه و داخل بحران کلان شوه و برآمدنش مشکل است. و دومینه که انرژیسم ساختاری دولتی تا هنوزم دیده میتونه. اینا مانا داره که شما همین لحظه کسایی که میگن خب ما در حقیقت نگران همی هستیم و تشویش هم داریم که چرا 2 نیروی موازی به هم در یک حکومت حرکت میکنن. شما قبول کنین نکنین ما دارای پالیسی های معین نیستیم همین لحظه. شما فقط بیانیه جناب جنرال دوستم فقط 2 روز پیشتر از امروز و حرفایی که جناب غنی صاحب میزنن در مورد پاکستان و غیره میبینین که زمین و آسمان. 2 تا نفره که هر دو اول دوم کشور هستن تفاوت دارن. همچنان 2 تیمی که وجود داره. ما یک چیز بازم میگم که من خفه نشن که این واقعا چیزی داره. ما گفتیم که ما ستم
مذهبی، ستم ملی، ستم قومی را همیشه دیده بودیم، ولی هیچگاه ستم تیمی را ما درک نکردیم. امروز در افغانستان ستم تیمی اوج حرکاتش است. ستم تیمی متوجه باشید که کسی که در تیم نباشه اصلا که در اینجا جایگاه نداره و در حقیقت علاقه ها. پس این بحث اصلاحات و مبارزه با فساد همین اینها را زیر سوال میبره آقای مسعود. خب شاید فساد اداری را اینا حرکت بکنن، برای اینکه فساد اداری در حد بلند است که شما هر دقیقه یک جایی که بیرین در حقیقت مبارزه با فساد اداری برای نمایش میده، ولی رفتن به سوی حکومتداری خوب نمایش نمیده. ما می حکومت رفتن به سوی حکومتداری خوب، شایسته سالاری و در حقیقت نسب اشخاص مطابق به تخصص و مسلکش، این میشه کلان کرد. ما حاضر هستم که با تمامی کسا در بحث بشینم و در حقیقت سوانی بسیار آدم ها را بیارم که همیال پوزیشن های کلان کار میکنن و در این پوزیشن ها لیاقت و پوزیشن ندارن و لیاقت پوزیشن دیگر دارن. غنی میاد در امین نشست سام به صراحت میگه که خب در راستای اصلاحات داره کار میکنه. خب فکر میکنم دیپلماسی چنین چیز را تقاضا میکنه دیگه. جهان نمیدونه. یک چیز متوجه باشیم که من خدمت شما عرض کردم پیشتر که جهان در حقیقت کمکش میکنه. من میگم که باز پیش بینی من تکرار میکنم که سالهای 2001 2005 تکرار میشه. جهان کمکش میکنه. جهان هیچگاه علاقمندی نداره که افغانستان رها خواهد شد. افغانستان رها نمیکنن. کمک میکنه افغانستان نخواهد آمد. من فکر میکنم که تو اصلاحات باید اگر نبیایم به چه قسمی که سماسب گفتن چیزی بسیار جالب است. ما در 1 سال و 2 سال تا 5 سال شاید اصلاحات اینا بیارن که مردم افغانستان حوصله‌شان دیگه نداره، حوصله که ما خیلی حوصله ندارم واقعا. ما در 14 سال زمان زیادی بود. زمان زیاد گذشت و 1 سال دیگر هم که ما میفهمیم که وقتی رای دادیم به 2 تا بزرگوار به خاطر رای دادیم که کشتی بسکستر اینا از مابین یک بحران بیرون میکنن دیگه. اینا خادمای لایق هستن، اینا خادمای میفهمن دیگه. اگر غنی بگه من نمیفهمم خیلی مسخره است، اگر دکتر عبدالله بگه من نمیفهمم خیلی مسخره است. مانند که هر دو آدم بزرگوار میفهمن. این آدمای بزرگوار فهمندوک چیگونه نمیتونه که یک کشتی را راهنمایی بکنن و در تلاطم مثل موجهای طوفانی او را داخل کردن. از این لحاظ من فکر میکنم که یکی از زندگی های بسیار بد سیاسی کشور ما در پهلوی زندگی هایی که در گذشته داشتیم یمی زندگی است که ظاهرا بسیار آرام است ولی بسیار مشکلات خلق کرده برای ما. آقای صمد، چگونه 2 بزرگوار فهمیده نمیتونن این کشتی شکسته را به ساحل بکشند و واقعا در حکومت وحدت ملی ستم تیمی وجود داره؟ خب ببینید، من فکر میکنم که هدف نهایی همه ما یک چیز است. خب استاد قسمی که گفتن فلاح و صلاح کشور است و بهبود اوضاع است، خوشنودی مردم است و ایست که افغانستان بالاخره سر پای خود ایستاده باشه. این حکومت هم عین هدف داره و عین مرام داره، ولی این حکومت بازم یک حکومت است که بنابر جبر زمان و بنابر جبر سیاست و بنابر جبر کسانی که به اصطلاح سیاست از راه تقلب میخواستن که در این کشور پیاده کنن، مجبور به می شد که 2 تیم پیشرو و پیشتازه موظف بسازه که حکومت بسازن. چاره دیگه او وقت وجود نداشت. حالی 10 ماه گذشته یا 11 ماه گذشته از این تجربه، امروز جهان آمده برای ما میگه که شما اینی کارا را انجام دادین ولی اینی کارا را انجام ندادین. شما در امی امتحانی که قرار بود بتین، فرض کنیم در این قسمت کامیاب هستین، در این قسمت مشروط، در این قسمت ناکام. لحاظا ما باید آل تمام انرژی و تفکر خود بالای ازی بندازیم به شمول نخبگان ما، به شمول مبصرین ما، به شمول استادان ما، علمای ما، عالمین ما، همه که چطور ما ناکامی را به مشروطیت و مشروطیت به کامیابی ما بدل بسازیم. ما هم از خارجی میشنویم، هم از مردم خود میشنویم. ما میدانیم که خارجیات فعلا با ما هستن، چند سال دیگر هستن. پس بیاین گذشته را یک اندازه کنار بگذاریم. خب خارجی ها هستن، اما آقای مسعود چیز دیگر میگه که مردم افغانستان لبریز شده. از این نشست‌ها زیاد دیدن، اما میخوان شک نیست که شده. عملاً ببینن که چه تغییری در داخل حکومت هم لبریز شده، در بیرون هم لبریز شده. ولی ایرا مردم افغانستان بدانن که یک کشوری که 40 سال جنگ گذشتانده، یک کشوری که 14 سال یک نوع اقتصاد و سیاست مصنوعی را گذشتانده، امروز داره آهسته آهسته صاحب سرنوشت خود میشه. آهسته آهسته
اختیارات به دست ما میتن و آهسته آهسته ما اختیارات به دست خود میخواهیم بگیریم. این کار باز هم در ظرف 1 سال 2 سال 3 سال نمیشه. تاریخ جهان نشان داده در هیچ کشوری بعد از جنگ صورت نگرفته، بالخصوص که ما هنوز هم در جنگ هستیم، بالخصوص که هنوز ما دشمن داریم، بالخصوص هم هنوز ما همسایگانی داریم که نمیخواین که در این کشور ثبات بیاید و نمیخواین که در این کشور صاحب خیش باشه. لذا مردم افغانستان، من فکر میکنم در مجموع اگر ما یک اندازه باز نخبگان کنار بگذاریم، مردم افغانستان امیدوار هستم که حوصله‌مند باشن، مردم افغانستان نظریات خود ارائه بکنن. ولی از ما با استاد هم نظر نیستم که در کشور ما آنارشی فعلا حکم فرماست. آنارشی یک کلمه بسیار قوی است. هرج و مرج هنوز امیدوار هستم که ما به اون مرحله نرسیم استاد. امیدوار هستم که هرج و مرج این حکومت و مردم افغانستان و دستگاه‌های مردمی در سطح ولسوالی و ولایت و ملی بتونن جلوگیری کنن. ما در یک مرحله بسیار مشکل قرار داریم، در یک مرحله قرار داریم که وضع اقتصادی ما خوب نیست، ولی بعضی امیدواری‌های وجود داره و همین 3 روز گذشته نشان داد که جامعه بین‌المللی و بالخصوص حتی کشورهای منطقه ما به استثنای 1-2 تا که امکان داره هنوز هم به فکرهای دیگه باشن که اینا خواهان از این هستن که افغانستان از این تنگنا بگذره. آقای مسعود، آنارشیسم حکم فرما نیست در کشور و حکومت هم بنابر جبر زمان به میان آمده. واقعا که خب جبر زمان که از در حقیقت و نمو بیرون شدن روال طبیعی حکومت سازی از روال طبیعی دیالیکتیکی حکومت سازی است. یعنی معنا داره که ما در مجموع در حقیقت دیالیکتیک روال طبیعی خود نپیمود که ایجاد کنه یک حکومت وحدت ملی را که در حقیقت چنین چیز نباشه، ولی ما پذیرفتیم، گفتیم که بحران سیاسی نشود. درست است. چیز جالبی است که دولت وحدت ملی افغانستان که یکی از آدم‌ها که ما طرفداریش بودیم و عالم هستم، ما بعض خلاهای کلان را متوجه نمیشیم. ما در بازی‌های خرد در حقیقت مصروف هستیم. یکی از بازی‌های کلان که اینا مصروف نیستن، فرار روزانه 7,500 نفر. بازم برشون میگم، فرار روزانه 7,500 نفر که از جمله 7,500 نفر 5,000 مغز میگروزه. شما متوجه باشین که وقتی ما میگیم مغز میگروزه، سرمایه با نیروی انسانیتون میگروزه. معنا داره که از صنف اول تا آخر فاکولته که شما خلاص میکنین، دولت افغانستان از مالیه نمی مردم، از مالیه نمی جوالی و نمی دکاندار 50 میلیون خرج میکنه تا یک آدم میرسه لیسانس میشه، دکتر میشه، ماستر انجینیر. اینا میگروزن. همین کسایی که شرکت کردن در این کنفرانس درهای خود باز کردن برای اینا. میپذیرن. چرا میرن کلی مردم میپذیرن اینا؟ همون کسایی که در این جاهای بزرگ زندگی کردن و کار کردن، اونا لسان میفهمن، اونا کامپیوتر میفهمن، تکنولوژی میفهمن، کار میفهمن، از این فرار میکنن، با فامیلشون جذب میشه در کشورهای بلندتر. از این لحاظ موقعی که یک انجینیر میگروزه، با داد شما تا خدا برسه، برای اینکه این کشور دیگه جورش نمیتونه. حکومت جدی نمیگیره این مسئله را؟ من میگم که اگر پیشتر من گفتم که اگر اینا نمیفهمن، خب ما هیچگاه با این باور نیستم که نمیفهمن. اگر اینا نمیتونن که جلوگیری کنن، هم دی باور نیستم. علت‌های وجود داره، شاید پشت پرده و یا مثلا نمیفهم. فکر میکنین که اگر این دو مسئله نیست، چه علتی وجود میتونه داشته باشه؟ خب من نمیفهم که شاید من پیشتر خدمت شما عرض کردم که آنقدر اینا در بین خود مصروف هستن که تا هنوز نتونستن تا مسئله انتخابات حل بکنن. یکی از گپ‌های کلانه که جناب دکتر غنی زد، مسئله انتخابات مطرح کرد و گفت که کمیسیون انتخابات پیش از اینکه ما وقتشون به اتمام برسه کار خود انجام داده بودن. میفهمین که 9 ماه گذشته. این معنا داره که یک کمیسیون انتخابات این برای خارجی این مطرح نیست که چی وقتی که کمیسیون انتخابات انتخاب کردن. بعد از آمدن جناب دکتر غنی و دکتر عبدالله 9 ماه بعد چنین کار انجام دادن که در حقیقت بازم اگر فردا و پس فردا چنین کار انجام ندن، نظر به قانون از لحاظ حقوقی نمیتونن چنین کار انتخابات انجام بدن، برای اینکه اونا باز میان پارلمان باز آغاز میکنه کار خود. بفرمایید. فرمایشات استاد بگویم که اولا بسیار باید محتاطانه ما ارقام در میدان بندازیم و برای مردم ارائه بکنیم. هیچ احصایه وجود نداره که روزمره 7,000 نفر این کشور را ترک میکنن و یا 7,000 نفر پاسپورت میخواین. بله تعداد زیادی میرن پیش دفتر پاسپورت استاد میشن، 1 روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز، 5 روز و این مردم به این طور تلقی میکنن که هر روز عین تعداد نفر است که از افغانستان میبره.
ببینین بله از افغانستان یک تعداد نفر میبرایه، انواع و اقسام اشخاص از این کشور میبراین بنابر دلایل مختلف. امروز جهان یک جهانی شده که از کشورهای بسیار پیشرفته تر از ما هم همینطور به اصطلاح خونریزی دارن، ولی در این بحران پناهجویی تنها 3 کشور از سوریه، عراق و افغانستان که افغانستان هم در وضع امنیتی است. ببینید وضع امنیتی ما اولین دلیل است که مردم از اینجا میبرن. یک نوع بی‌اعتمادی است که خلق شده. این حکومت ما قبول دارم، این حکومت اولین کاری که باید بکنه امی است که پس دوباره اعتماد احیا بسازه، اعتماد به آینده، اعتماد به خود، اعتماد به کشور، اعتماد به اردو، اعتماد به حکومت، این باید پس دوباره احیا بسازه. در اینجا دست‌های هستند، در اینجا دست‌های هستند که بازی میکنن که نمی اعتماد میخواین که روزمره خدشه‌دار بسازن، از بین ببرن و مردم نارام بسازن، نگران بسازن. یک قسمتش واقعیت است، یک قسمتش جزء بازی‌های سیاسی است و ما باید بسیار احتیاط کنیم که در این بازی‌های سیاسی فریب نخوریم و مردم امو اعتماد را که به خود و به حکومت و به ملت و مردم خود دارن او را از دست ندن. سپاسگزارم. آقای مسعود، پاسخ شما هیچ احصایی وجود نداره که حرف شما را تایید بکنه؟ که 7,500 نفر روز بسیار با احتیاط گفتیم که 7,500 نفری که دو پاسپورت میان. سرادات شما مملو از گریز است، مملو از گریز. برای من موسومی که باش مهم نیست، برای من نیروی کار رفتنش است، در کشورهای دیگر رفتنش است. و در پالوش وقت میتونن که اینا کار انجام بدن که منبع قدرت ایجاد کنن. تا که منبع قدرت ایجاد نکنن، نه در کنفرانس ها نه در جای دیگر نمیتونن که در روی میز حرف بزنن. منبع قدرت؟ منبع قدرت اقتصادی، منبع قدرت سیاسی و منبع قدرت اجتماعی ایجاد میکنن. امکان داره با چنین شرایطی که شما توصیف میکنین از درون حکومت که هر کس حالا حرف خودش را میزنه؟ دو بزرگوار که ما برشون رای دادیم و در حقیقت 8 میلیون نفر در حقیقت سرنوشت خبرش دادن، دو بزرگوار میتونن که پالو حرکت کنن. هیچ کس نگفته که این واسه 2 تا سوم نفر بیاد، هیچ کس نمیگه. ولی آقای صمد میگه که دستای وجود داره، تا توطئه وجود داره، دستای وجود داره در پشت پرده که نگذارن کار بکنن اینها. و در صورتی که اگه تو دست‌ها وجود داشته باشه که 2 تا را نمونه، بهتر استفاده بدن. بله آقای صمد، یا بهتر است که متوجه از این اوضاع هر چیز زودتر شون، که ما فکر میکنم تا جایی که ما اطلاع دارم که متوجه از این اوضاع میشن و شدن و دست به کار شون. یک مسئولیت بزرگی را هر دو دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله عهده‌دار شدن از طرف مردم افغانستان. اگر یک نفر برنده نبود، اما این میدانیم که 85 الی 90% رای دهندگان در افغانستان به این 2 نفر رای دادن. لذا اینا مشروعیت را که لازم است دارن. این معنایش است که مسئولیت هم باید بپذیرن و در این قسمت باید کاری را که لازم است انجام بدن. اگر انجام ندادن و وظیفه خانگیشان را نتونستن به درستی انجام بدن، چه خواهد شد آقای صمد؟ خب بالاخره دریافت شما از درون حکومت از یک مجرا و راه قانونی و مدنی و چیزی را که افغانستان به اصطلاح به طرف بی‌ثباتی نکشانه، باید راه حل پیدا شود. بهترین راه حلش بازم امیست که از طریق تفاهم، از طریق دیالوگ، از طریق همکاری راه حل پیدا شود. ولی این راه استعفا که آقای مسعود میگه اگر نتوانند و اسم میکنن کسان دیگر در پشت پرده میکنه، استعفا خود در یک چوکات صورت میگیره، در قدرت در یک چوکات صورت میگیره که او چوکات معلوم باشه که به چی شکل مکانیزمش چیست و نتیجهش چی است. آقای مسعود، او یک نوع دموکراسی است. ما داریم سطح بالای دموکراسی و سطح بالای بدیل وجود نداره. چرا بدیل وجود نداره؟ ما همیشه مردم افغانستان اینا بازار میتن که حتما بدیل وجود نداره. بدیل وجود داره. بدیل 10 تا وجود داره. 10 نفر میتونه که در رهبری ما قرار بگیره و کار را انجام بده بهتر از اینا. وقتی ما امروز رو کار میکنیم، وقتی میگیم که بیاین کار بکنن دیگه معنا داره. ما چی میگیم؟ ما میگیم در حلقه خودشان مردم داخل کنن، در حلقه خودشان در قدرت مردم داخل کنن. این شده نمیتونن که نوع حرکات عمر سواد، مشاور ارشد رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، و سید مسعود، استاد دانشگاه، ممنون از حضور هر دوی شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینیم. خدا نگهدار. نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواهان که بیشتر آرای این حزب را تا اکنون به دست آورده، در اظهارات عجیب اذعان کرد که فرق بین حزب الله لبنان و جنبش مقاومت اسلامی حماس را نمیداند. با گزارش سایت النشره، دونالد ترامپ تفاوت میان ارتش قدس و ارتش کردها را نمیداند و فکر میکند سرلشکر سلیمانی فرمانده کردهاست. او حتی نام نخست وزیر بریتانیا را که یکی از نزدیکترین همپیمانان آمریکاست نیز نمیداند.
برجسته ترین نامزد جمهوری خان اعلام کرد من نمیدانم رهبر حزب الله لبنان و گروه داعش و نیز جبهة النصرت چه کسانی هستند. من آنها را ندیدم و در وضعیتی هم نبودم که شرایط ملاقات با آنها را داشته باشم. اگر در صورتی که رئیس جمهور شوم و آنها هم چنان باشند من آنها را خواهم شناخت. ترامپ در گفتگو با شبکه CNN ضمن دفاع از حرف‌هایش مدعی شد که دانستن اسامی و صفات برخی اشخاص و جنبش‌های سیاسی خارجی برای او اهمیتی ندارد و هرگاه رئیس جمهور شود همه چیز را یاد خواهد